این هفته خبر تو خبر داره براتون از سر و صورت کبود آخوندها بعد از ضرباتی که از دشمنای نظام دریافت کردن و دردی که خوب بشو نیست که نیست. امروز اگر عربستان سعودی اگر میبینید با منافقین اتصال پیدا میکنه، در فرانسه حمایش میذارن، فیصل شرکت میکنه، امروز میرن پول میدن به کموله و دموکرات مجدد اونها رو به فاز نظامی علیه جمهوری اسلامی برگردونن، همه این کارها نه از سر ابتکار عمل و تهاجم، نه استیصال، اینا همه جا شکست خوردن. در سوریه شکست خوردن، در عراق شکست خوردن، بر دست به دامن منافقینی که اینها هیچ توانی ندارن، نه سالهاست ناتوان. گاومیش ولایت خیز برداشته بود که یه شاخ اساسی به دشمنای نظامش بزنه، اما رکب خورد و حسابی کنف شد. این مشاور مافنگی عظما هم که سر پیچ برشام و برجام چرتش پاره شده، با یه تز دوغکی دنبال اینه که یه جوری شیر ریزش رو تو نظام صرف کنه، اما زورش نمیرسه. این تحریم ها مانع نمیشه از اینکه قدس و یا قرارگاه خاتم و دیگران و همه مبارزین و کسانی که برای اعتزاز اسلام و برای اطلاع مبارزه دست از مبارزهشون بردارن. اما اونی که مهمه این است که خودی ها نباید تبعیت بکنن از آنچه که نقشه هایی که دشمنان طراحی میکنن. زهرخوری واسه عظما حکم خودکشی تدریجی رو داشت، یعنی خودش طناب رو انداخت گردنش، بست به درخت، بعد درخت رو آب داد. کشتی نظام داره رو موج بدبختی ها هی کج میشه و مج میشه. بعد این حاجی قمقمه تازه یادش افتاده از دست فرمون عظما تو کشتی رانی تعریف کنه. خب بابا غرق داره میشه که کشتی. طول این مدت حاج آقا فراد و نشیبای زنده مملکت خیلی زیاد داشت، خیلی این ورا داشت، توطئه ها خیلی زیاد بود، انحراف های فکری فلان. وجداناً خیلی خوب هدایت کرد این کشتی رو، هدایت کرد. الان تمام چیز ما آغاست. این همیه نمونه شماتیک از مهارت عظما در هدایت اوضاع. تو بزبیاری عظما همین بس که بعد از گذشت 7 سال از قیام هنوز که هنوزه فتنه میپوشن و فتنه میخورن و از فتنه مینالن. فتنه معلوم میشه قدرت فتنه خیلی بالاست. فتنه میتواند یکتا پرست رو گوساله پرست بکند. ببینید کار ولی فقیه درب و داغون نظام به کجا کشیده که تو روز روشن زیر دماغش براش پشت پا میندازن و اینجوری به ریشش میخندن. شما اگر آمریکا ستیزی رو از رهبری جمهوری اسلامی بگیرید، از نظام بگیرید، چیزی نداره برای گفتن. چی بگه؟ به اقتصادش بنازه، بگه این اقتصادی که درست کردیم در دیوارش داره فساد میریزه، به نظام سیاسیش بباله، به نظام اجتماعیش بباله، به روابط. خب به چیش بگه دستاورد ما چه بوده؟ این معاون شیخ فری هم شیوه برخورد نظام با فساد رو تو 2 جمله فرموله کرد. اون جایی که فساد اتفاق افتاده، اگر طرف رفیق من بوده، هم خط من بوده، همراه من بوده، سعی شده که کوچک نمایی بشه، اصلا مطرح نشه. اون جایی که کسی که در موردش این موضوع مطرح بوده، اگر در گروه مخالف من بوده، سعی شده بزرگنمایی بشه. و حالا یه راه حل اعتدالی برای باخبر شدن از محتویات جیب مهره‌های نظام.
रिएक्शन में आने लगे ये अभी थोड़ी देर पहले के پاسدار سرتشتک قاسمی که این روزا خیلی با کوسه و دهان دستگاهش کج شده، چپ و راست آگهی از خودش درست میکنه تا یه جوری زمینه قیچی کردن جماعت جام زهری رو مهیا کنه. و روحانیون وابسته ضررشان از هر فرد ناپاک دیگر بیشتر است و همیشه این دسته از روحانیون مورد لعن و نفرین خدا و رسول و مردم بوده اند و ضربات اصلی را به این انقلاب روحانیون وابسته و مقدس معاب و دین فروش زده اند و میزنند و روحانیون متعهد. معلومه که تنده دی آقا روح الله. پاسدار عباسی هم که تازه از خواب خنک خوری برگشته بود با جماعت کوسه اینطوری تصفیه حساب کرد. 48 تا تقریبا آقای رئیس جمهور به ما نسبت ناروا داده. از نمیدونم به جهنم، نمیدونم برید و برگید و بیاید و بی سواد و نمیدونم بی شناسنامه و نمیدونم از این دست موارد. تنها کسانی که دارن از برجام دفاع میکنن خود 4-5 نفر اصلی کابینه و بعضا خودشون هم نقد میکنن. حالا اونی که تو خود کابینه نقد میکنن چی؟ 3-4 نفر اصلی، یعنی تقریبا الان آقای رئیس جمهور تنها چیزی که در هر سخنرانیش داره اینه که در هر سخنرانیش فقط صرفا از این موضوع دفاع کنه، یعنی شاه بیت هر سخنرانیش اینه که ورزشکارا باشه. بله، از جلسات آب و فاضلاب گرفته تا جلسات مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی، همه جا فقط اینه که 80 میلیون ایرانی برجام رو نمیبینن، فقط ایشون و آقای هاشمی و 2-3 نفر دیگه هستن که محاسن برجام رو میبینن. بعد از عربده‌های بوفالوی ولایت یعنی آخوند علم الهدی درباره ممنوعیت برگزاری کنسرت تو مشهد، اون چنان موجی علیش به راه افتاد که از ترسشون یه شوی مسخره ترتیب دادن تا این آخوند گوشت تلخ رو به زور ادویجات به خورد مخاطبین تیوی ریش بدن. این نهی از منکر ما رو یه عده برداشتن خوراک سیاسی برای خودشون کردن، فکر کردن که یه انتقام های سیاسی از بنده بگیرن. بعدم برای اینکه خودش رو اهل هنر جلوه بده یه فیگوری بگیره، نشونی یکی از سریال های تیویش رو داد که بدتر کار رو خراب کرد. چند سال پیش در عرضم حضورتون که صدا و سیما در ماه رمضان یه سریالی پخش شد، سقوط یک فرشته. نمیدونم ولی یادتونه؟ من اونجا یه وقتی در این جلسه با آقای زرقامی برخورد کردم، استاد آقای زرقامی. گفتم من که نمیدونم آقا این کارگردان این فیلم کیه، نمیشناسمش، اما بنده حاضرم ثواب 100 تا منبرمو بدم یه آقای کارگردان ثواب یک سکانس فیلمشو من بدم. اما اوج داستان اونجا بود که این نوچه عظما با اون گردن قطور و جیبای قلمبه مبلغ حقوقش رو اعلام کرد و سنگ پای قزوین رو از رو برد. بنده مستمری بگیر تامین اجتماعی 2,200,000 تومان در ما، اونم اخیراً شده، قبلا کم درزی بوده. همینه فقط حقوقتون منه؟ برای حقوق من اینه، بشه حقوق ندارم. یعنی اگه بالیوود یه چنین سکانسی بسازه و طرف با ضربان قلبش همه رو لتو پار کنه، بازم جلوی خالی بندی این علم الهدی کم میاره. این آیت الله کدو حلوایی هم به قدری خودش خالی بسته و چاخان سر هم کرده که اووردوز شده و اینجوری به هم ریشاش میپره. گاهی من شرمم میاد نام امام زمان، نام اهل بیت ببرم. یبن الحسن کجایی؟ مردم من از جدایی. دروغ به این گندگی نگیم آقا جان، نگیم. چه مقدار این حرف درسته؟ واقعا تو از جدایی امام زمان مردی؟
واقعا اینطوره؟ چند درصد این حرف درسته؟ 10% هم فکر نمی‌کنم درست باشه. ولی این شعارهای چاخان، معذرت میخوام که لافهایی که خیلی مایه میخواد این حرفا را زدن، این لافهای تو خالی. برگزاری همایش حقوق بشر، اونم توسط آخوندا، از اون اتفاقاتیه که جز تو مشنگستان تو هیچ جای دیگه انعکاس نداره. جشنواره هنری حقوق بشر آمریکایی در واقع سال 1394 و به مناسبت بیانات مقام معظم رهبری در خصوص حقوق بشر آمریکایی شکل گرفت. هدف اصلی این جشنواره هنری این هستش که ما با ابزار فرهنگ و هنر و با ابزار تولیدات هنری بتونیم منبعات مقام معظم رهبری در خصوص حقوق بشر آمریکایی بیشتر به عموم مردم جامعه خودمون نشون بدیم. پشت اسمی به اسم حقوق بشر در واقع اسارت انسان هاست. حقوق بشر نیست، آمریکایی‌ها انسان ها رو به اسارت گرفتن. وقتی آخوند ضد بشر ماشینش رو به زور میخواد تو پارکینگ حقوق بشر پارک کنه، آخر و عاقبتش این میشه. حالا بریم یه سری هم به سینمای حوزوی بزنیم، ببینیم بعد از 37 سال چه دستاوردی برای عظما به ارمغان داشته. 120 تا فیلم در سال داریم تولید میکنیم. چند درصدش میپردازه به مضامین انقلاب؟ من کلی میگم، نمیگم فقط دفاع مقدس، انقلاب، دفاع مقدس و مقاومت. در مجموع در سال ما شاید 10 تا 12 تا فیلم داریم تولید میکنیم. جریان در حقیقت اعتیاد، مشروب خوری داره علنی میشه، حق و باطل داره از بین میره، دروغگویی رو رواج پیدا میکنه. این با تو مضامین فیلم های ما باشه. حالا که تکلیف سینما روشن شد، بریم سراغ موسیقی و این خواننده ولایت مدار که تو جشنواره موسوم به شعر، موسیقی و سرود ضد استکباری طبس یه ترانه معروف ایرانی رو دزدید و بعدم به خاطر همین دل دزدی جایزه ترانه برگزیده جشنواره رو بهش دادن. کریم اگه کری گوشی بر نمیداری، خرد از پل گذشت دیگه با ما نمیبری، تو ایمیلا نوشتم برات دری بری، کری الهی بره بپری، آرزومه با اوباما یه روز بیه این بری، با وعده بعید از ما بکنی دل بری، آگوشت بز باش بزنیم و بربری. درسته که همه کارخونه ها تو ایران از رونق افتاده، اما کارخونه تولید آخوند اساسی مشغوله و 100,000 تا میده بیرون تا به قول خودشون جوابگوی نیازهای جامعه باشن. حالا دیگه خودتون موارد نیازمندی جامعه رو حدس بزنید. بیش از 185,000 طلبه در سراسر کشور از امروز درس و بحثشون رو آغاز میکنن. سال اولیه‌ها هم حال هوای خاصی داشتن. همه سال اولی هستیم؟ بله همه سال اولی هستیم، پای اول. بالاخره یه جوری درس بخونیم که بتونیم جوابگوی نیازهای جامعه امروز باشیم. آیت الله مکارم شیرازی در آیین افتتاح سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه با اشاره به کمبود مبلغ در اقصا نقاط کشور، هجرت را از ضروریات طلاب دانست و گفت از شورای عالی حوزه خواستم تا برای بازگشت حوزویان پس از تکمیل دروسشان به شهرهایشان و کاهش تعطیلات حوزه برنامه‌ریزی کند. در پایان توجه شما رو به یه مورد عجیب جلب می‌کنیم که تو نوع خودش استثنائیه، یعنی حفظ کردن این همه جمله خودش عجیبه، چه برسه به اینکه چپکی هم باشه. من توانایی برعکس کردن جملات و کلمات سخت رو به صورت سریع و آنی دارم. علیان شیر خدا شاه عرب الفتی داشته با این دل شب. بشلت نیا آب هدشاد یتفلا برع هاش آدخ ریش نایله. علم چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی. ینادان تسین بود رد لمع نوش یناوقت دستشیب هک نادنچ ملع. دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بیفایده کردند، یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد. در کم و تخوما هکنا رگید و دروخن و تخودنا هکنا یکی دندرک هدیاف یب یعس و دندرب هدوهیب جنرسک بود. پرهیزگاران ناراک زیهرب قصیده هدیسب کوردلان نالد روک دلبستگی یک تس بلد سان فرانسیسکو بوکسیس نارفنساس لاس وگاس ساگف سال
غزلیات شمس، سمش تایلزم، انضمام، مامزنا، اجحاف، فاحجا، معصونیت، تینوسم، کنوانسیون، نویسابنوک، کورکورانه، هناروک روک، نابخردانه، هنادرخب آن، لامبورگینی، یعنی گروب مال. خدا حافظ. زفار آدم.